جنگ های آخرین عرب ها در تاجیک زمین، ایران زمین غربی. جنگی نهاوند. جنگی نهاوند آخرین جنگی شاه ساسانی یزدگرد سه با عرب ها بود. وقتی که عرب ها در فتح بین النهرین مشغول بودند، شاه یزدگرد سه برای جمع نمودن قوه کافی به ولایت های گرد و اطراف مکتوب کرد. عرب ها از این کار یزدگرد سه با خبر شده لشکری را با سروری نومان ابن مکران فرستادند. سرلشکری عرب نومان ابن مکران با خبر شد که شاه یزدگرد در نهاوند موقع گرفته است. نومان با 30,000 افسر خود بر این جانب حرکت کرد. مأخذهای تاریخی درک می‌دهند که سپاه یزدگرد از سپاه نومان در شمار زیاد بود. لشکر ساسانی که در کوهسار موقع گرفته بود سپاه عرب را تیرباران میکرد. عرب ها نمیتوانستند به لشکر ساسانی تلفات بیارند. سرلشکر عرب اعلان کرد که زورش دیگر نمیرسد، خوراک هم نیست، خلیفه عرب هم وفات کرده است. بنابراین به سوی مدائن برمیگردد. سرلشکر یزدگرد فیروزان به این آوازه های بردروغ باور نمود. عرب ها تنها فکر میکردند که سپاه ساسانی را از کمینگاه خود بیجا کنند و حمله‌ور آنها شوند. همین طور هم شد. عرب ها به مقصد خود رسیدند و سپاه ساسانی تلفات زیاد آوردند. این جنگ که سال 642 میلادی به وقوع پیوسته بود، در این جنگ باز هم سپاه یزدگرد ساسانی شکست خورد. بعد از این جنگ شاه یزدگرد به اصفهان، کرمان، سیستان، بلخ و مرو فرار نمود. دولت بی صاحب ماند. دولت که بی صاحب ماند، از سال 642 تا سال 644 عرب ها قم، کاشان، ری، همدان و آذربایجان را فتح کردند و از مردم اندازهای گران گرفتند. سال 648 استخر با 2 میلیون درهم تسلیم عرب شد. بعد این کار مردم به شور آمدند. عرب ها در غضب شده شهرها را خراب کردند. 40,000 مرد را به قتل رسانیدند. تنها سال 649 پس از فتح سرزمین های فارس، عرب ها به خراسان به دنبال شاه یزدگرد رفتند. سال 650 عرب ها سیستان را فتح نموده 1 میلیون درهم تاوان جنگ بستند. آهسته آهسته طرفداران شاه یزدگرد ساسانی کم شدن گرفت. آنها دیگر نمیخواستند با او از این شهر به این شهر، از این ولایت به این ولایت فرار کنند. شاه یزدگرد خواست که خزینه را از مرو بیارد. بین او و همراهانش نزاع برخاست. حتی مرزبان مرو نیز به او اطاعت نکرد. شاه یزدگرد شبانه به آسیاب پناه بود. صاحب آسیاب لباسهای زیبای او را دیده او را به قتل رساند و جسد او را به رود پرتافت. این حادثه
سال 651 میلادی به وقوع پیوسته است. در نهایت حکمرانی 427 ساله ساسانیان در این سرزمین به پایان می رسد و این سرزمین به دستی اجنبیان عرب می گذرد.